یکی از بحث‌های مهمی که در فضای سیاسی اجتماعی امروز ایران بسیار به اون پرداخته میشه، نوع و شکل نظام سیاسیه که میتونه آینده بهتری رو برای ایران رقم بزنه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بهتری رو برای ایران پدید بیاره. در بین گروه‌های مختلفی که همشون دغدغه منافع ملی دارند، میشه از 3 گروه عمده نام برد. گروهی هواخواه نظام جمهوری هستند در شکل‌های مختلف اون. گروهی به گونه‌ای از نظام پادشاهی یا شاهنشاهی معتقدند که اونها هم تعاریف مختلفی دارند و در درون اون جریان و در درون اون گروه هم مرزبندی‌های متفاوتی هست در مورد شکل و نوع این نظام سیاسی. و گروهی هم با تاکید بر این موضوع که اصولاً تغییر نظام سیاسی کنونی در ایران میتونه برای ایران خیلی هزینه‌زا باشه، معتقدند که همچنان باید تلاش کرد تا نظام کنونی رو اصلاح کرد. در برنامه‌هایی تلاش می‌کنیم که افرادی که هواخواه و طرفدار هر کدوم از این دسته‌بندی‌ها هستند رو در خدمتشون باشیم در این برنامه‌ها و به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر با اونها صحبت کنیم در مورد نوع و شکل نظام سیاسی که از اون طرفداری میکنن و معتقدن منافع ایران رو میتونه تامین بکنه. یکی از این دسته‌بندی ها همونطور که خدمتتون گفتم گروهی هستند که معتقدند منافع ایران رو گونه‌ای از نظام پادشاهی یا نظام شاهنشاهی تامین میکنه. اما در بین این گروه هم قرائت‌ها و روایت‌های متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داره که طبیعتاً نگاه کردن به این نوع از نظام سیاسی از منظر تاریخی، نحوه شکل‌گیریش، ویژگی‌ها و مختصاتی که این نظام داره میتونه به ما کمک کنه که شاید اون رو در کنار سایر انواع نظام‌های سیاسی قرار بدیم تا به تصویر بهتری از نوع نظام سیاسی برسیم که میتونه برای ایران بهتر باشه. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر شروین وکیلی هستیم. درود شروین جان، ممنونم که دعوت ایران مانا رو پذیرفتی و در این برنامه شرکت میکنیم. من معمولا میهمانای برنامه رو متناسب با اونچه که در جهان خارج رابطه با هم داریم خطاب میکنم. دوستانی که رسمی تر هست روابطمون معمولا چیز میکنیم، اما خب سالها سابقه دوستی و آشنایی با شما، بنابراین منو به این سمت سو میبره که همون شروین عزیز خطابت کنم. ما در یکی دو تا برنامه دیگه هم با هم یه گفتگوهایی رو داشتیم و میدونم که موضعت و نظرت در مورد نوع نظام شاهنشاهی کمی با روایت غالب و روایت رسمی موجود متفاوته. گفتم داخل یه برنامه با هم بشینیم و یه گپ و گفتی داشته باشیم در مورد جزئیات نظرت نسبت به این موضوع تا شاید بشه با کنار هم قرار دادن بقیه نظرها به یه درک بهتری از نقاط قوت و ضعف هر کدوم از این نظرگاه‌ها برسیم. اگر صحبت مقدماتی با بینندگان برنامه هست لطفاً با اونها طرح کن تا بعد بریم سراغ پرسش ها و ببینیم عمیق‌تر و دقیق‌تر نظرت رو در مورد نوع نظام شاهنشاهی و ویژگی‌های اون بشناسیم. حتما. نخست این که خب درود فراوان به کسانی که دارن میبینن این برنامه رو و سپاس بسیار از خودت که متولی شدی همچین گپی با هم دیگه بزنیم. ببین من حالا ردبندی که از اندیشه ها در این حوزه دارم یه مقدار متفاوته با اونی که گفتی. البته متوجهم که مدل کلاسیک نگاه کردم به موضوع همینه، ولی حالا چون من از یعنی سرمشق نظری برام مهمه، از اون زاویه دارم نگاه میکنم، شاید بد نباشه این ردبندی خودم بگم. ببین چیزی که من میفهمم اینه که ما یه جریان اندیشه ایران شهری و یک سیاست ایران شهری داریم، اصلا ربطی به مدرنیته نداره. از ابتدای شکلگیری کشور ایران ما یک سیر تحول دولت در ایران و مجموعه‌ای از آرا و نظریه‌ها درباره شیوه سازماندهی مدارهای قدرت در ایران داریم که بدنش میشه نظریه سیاسی ایران شهری. درست. و به اسم ایران شهری هم معمولا مطرحه. دوره ساسانی به بعد ایران شهری بهش میگن و این ادامه پیدا میکنه. یعنی دوره آل بویه بهش میگن ایران شهری و دورهای دیگه هم داریم اسمش رو. این جریان در دوران معاصر متصل شده، یعنی در واقع تداخل پیدا کرده با یک موجی از آرا و نظریه های سیاسی مدرن که خب از اروپا وارد شده و پیکربندی سیاست در حوزه تمدن اروپایی است. به گمان من برخلاف تصور مرسوم به نظر من مدرنیته یک امر جهانی، یک اتفاقی یه دفعه در سطح جهان نیست، بلکه یک الگوی تحول جامعه اروپایی است که جهانگیر شده. درست. و این متفاوته با اینکه از اول بخوایم جهانی قلم دادش کنیم. در این چارچوب گمانی که من دارم اینه که دوران مدرن که حالا در واقع از دوران ناصری به بعد
به طور جدی میشه بهش اشاره کرد. در این دوران ما این مجموعی از آرا و نظریه ها رو داریم که وارد ایران میشه، در مورد سیاست ایرانی نظریه پردازی میکنه. به نظر من شاکلش از دوران مشروطه به بعد، یعنی دوران در واقع اواخر قرن 13 خورشیدی به بعد، حدود سال 1300 این چرخش رخ میده که رومانتیسیستیه دستگاه نظری، یعنی ایدئولوژی های رومانتیک وارد ایران میشن و سیاست مدرن ایرانی این شکلی تعریف میشه. اینا به نظر من 3 شاخه اصلی داره، یعنی جریان سرخ داریم که چپه، جریان سبز داریم که ملی مذهبیه، جریان سفید داریم که ملیه. یعنی به عبارت دیگه یه جریان مارکسیستی سوسیالیستی داریم که سرخه، یه جریان نوسازی مدرن سازی دین داریم که انقلاب اسلامی نتیجهشه توی شاخه شیعش. مثلا سید قطب دارید و افراد دیگر تو حوزه سنی هم هستن و اخوان المسلمین رو دارید نمونه سنیش، و جریان ناسیونالیسم ایرانی رو دارید که مدرنه. حالا این ناسیونالیسم ایرانی شاخه‌های متفاوت پیدا میکنه، نسخه قاجاری داره، نسخه پهلوی داره. اینی که الان به عنوان در واقع سلطنت طلبی داریم، حالا اسمش هم پادشاهی خواه بعضیا میذارن که به نظرم کلمه دقیقی نیست، سلطنت طلبیه دیگه. خیلی تو این برنامه سعی میکنیم که حالا دقیق ترش کنیم. آره اون به هر صورت مدرنه، منظورم اینه. یعنی به عبارت دیگه من اگه بخوام جای خودم رو بگم، آنچه که من دارم میبینم اینه که شما یک شاکله مدرن دارید، یک سرمشق مدرن دارید، 3 شاخه اصلی هم داره. این 3 شاخه اصلی تقریبا به سرخاتو میگی جمهوری خواه، به مذهبی ها میگی اونا که اصلاح طلبن و باقی بمونه، ولی اینا خیلی طیفای متفاوت توشون است. و به سفیدا میگیم ناسیونالیسم. اینطور نیست شرم اینجا، یعنی خودشون حداقل این رو قبول ندارن. یعنی ما ممکنه که کسانی باشن که خودشون رو معتقد به جریان ملی یا ناسیونالیست بدونن، اما از نوع نظام جمهوری حمایت میکنن. یا خیلی از افراد هم میشناسیم که اصلا طرفدار سکولاریسمن، یعنی تعلق خاطری به دین ندارن، اما صرفاً از منظر منافع ملی و خطرهایی که مثلا فروپاشی یا یک انقلاب میتونه در جامعه ایران داشته باشه یا حمله خارجی، به واسطه ترس از اون موضوع میگن که برای حفظ منافع ایران شاید بهتر باشه همچنان با این سیستم در سازش قرار بگیریم، یعنی یه حرکت رفت و برگشتی از اصلاح که شاید امیدوار باشیم روزگاری اتفاقی بیفته و بشه یک اصلاحات عمیق‌تری رو انجام داد. با گروهایی که اصولاً ایران در وهله نخست اولویت بندی هاشون نیست، الان کاری نداریم، چون اصلا اونها در یک کمپای دیگه هستن و گروه های دیگه، مثلا کسانی که در مقایسه بین ایران و اسلام اولویت رو به اسلام میدن طبیعتا داخل این دسته‌بندی نمی گنجن، یا جمهوری خواهانی که ایدئولوژی مثلا چپ براشون نسبت به منافع ملی ایران در اولویت قرار داره، باز هم اونها داخل این جریان ملی اون دسته‌بندی که اول ارائه دادم نمی گنجن. من فقط گفتم، یعنی دسته‌بندی کردم، گفتم که عده‌ای از افراد وجود دارن که ایران براشون در اولویت قرار داره، اما این کسانی که همه بر سر اولویت بودن ایران توافق نظر دارن معتقدن که منافع همین ایران یا حفظش رو و یا گذر کم خطرترش رو از این شرایط میشه با 3 استراتژی متفاوت و 3 نظام سیاسی متفاوت جستجو کرد، که حالا اگر اینها رو کنار هم قرار بدیم، به نظرم اگر گفتگویی بین اینها شکل بگیره، شاید نهایتاً، چون این برای خود جریان ملی و جریان ایرانگرا خیلی مهمه که این اختلاف نظر درونی تبدیل به یه شکاف عمده‌ای نشه که مثل گذشته‌های تاریخی این جریانی که میتونن قدرتشون در یک راستا قرار بگیره برای تامین منافع ملی صرف یعنی داخل کمپ‌ها و گروه‌های قرار بگیرن که از قضا هیچ تعلق خاطر هستی شناسانه و جهان بینی مشترکی با اونها ندارن. اینو از این نظر با این وجود موافقم باهات، یعنی متوجهم. منتها با این وجود به نظرم اون گروهی که داری میگی تعلق خاطر ملی دارن بالاخره تو این 3 میگنجن. درسته، یعنی حالا یه عده‌شون گرایش ملی دارن، یعنی ناسیونالیستی دارن و اینا خودشون 2 شاخن، یعنی ناسیونالیستای سلطنت طلب داریم، ناسیونالیستای تیپ مصدقی داریم، اونام ناسیونالیستن 2 تاشون. و حالا توی حالا بحث دقیق‌تر میتونیم واردش بشیم. مذهبیام همینطور، چپام همینطور، یعنی چپ ملی هم داریم که اینا معتقدن ایران خیلی مهمه، ولی مثلا عدل براشون مهمتره، عدالت براشون مهمتره. حالا آنچه که من بهش معتقدم اینه که یعنی موضعی که دارم ازش حرف میزنم
ادامه جریان ایران شهریه. یعنی من معتقد به نوسازی خود اون سیاست ایران شهری هم و منتقد جریان مدرنیته. و فکر میکنی اون الگو منافع ایران رو و منافع مردمان ایران رو بهتر تامین میکنه؟ اصولا فکر میکنم اون الگو رو برده میکنه و منتقد این سه جریان هم. بنابراین یعنی توی رده بندی ها مثلا گفتی یه عده معتقد به شاهنشاهی یا پادشاهی، اینا متفاوتن به نظرم. جای خودمو میخوام در واقع به لحاظ تئوریک جدا کنم که حالا بحث کنم. حتما. اما در این که افرادی وجود دارن که همه دغدغه ایران رو دارن، یعنی ایران اولویت اولشونه، اما به نوع نظام‌های سیاسی متفاوتی اینو با هم منتها با این تفسیره که معمولاً اینها مدرنه سرمشق نظریشون که الان میپردازیم بهش. خب اگر موافق باشی با یه دید تاریخی شروع بکنیم. قبل از این که شاید بخوای در مورد این صحبت بکنی که یعنی سوالم از تو اینه که اصولاً از نوع نظام شاهنشاهی که دفاع میکنی و فکر میکنی که اصولاً الگو و نوع نظام مناسبتری هست برای ایران با پیشینه تاریخی کهنش، از اینجا شروع بکنیم که اون نوع از نظام سیاسی شاهنشاهی که ازت میپرسن ویژگی‌هاش چیه، اصولاً در چه دوره‌ای از تاریخ ایران به تبلور کامل رسید؟ یعنی نقطه شروع تکوینش چه زمانی بود و در چه دوره‌ای دیگه اون ایدئال تایپ وبری یا اون الگوی کاملی از نظام شاهنشاهی که تو ازش دفاع میکنی و میگی در تاریخ ایران شکل گرفته به وجود اومده، تا بعد بریم جلوتر ببینیم که جزئیاتش چطور بود. ببین سیر تحول تاریخ ایران اصولا اینجوریه که تو همه چی این شکل ایران که به جای اینکه ما جایگشت داشته باشیم، یعنی مثلا شما یه سری دین داری، یه سری دین دیگه میاد اینو منقرض میکنه، جایگزینش درست. یه سری دولت یا یه سری جمعیت نژاد دارین میان جانشین هم دیگه میشن. این معمولا تو همه جای دنیا نگاه کنید الگوی مرسوم اینطوریه. تو خود اروپا هم اینطوریه، جمعیت بومی اولیه داشته، مثلا سیاه‌پوست بودن، یه جمعیت دیگه میاد اونا رو منقرض میکنه، جانشینش میشه. یه زبانی میاد منقرض میکنه یا در هم ترکیب میشن. ببین معمولا منقرض میکنه، اونجا منقرض میکنه. یعنی مثلا شما تو اروپا اون خزانه ژنتیکیه اون جمعیت اولیه اروپایی‌ها که چشمشون آبی بوده، پوستشون سیاه بوده، شبیه سیاه‌پوستا بودن، جمعیت اولیه‌اش اینطوری بوده، اونو تقریبا ندارید الان. 5% 2% یه جاهایی باقی مونده، تقریبا منقرض شد. یا مثلا زبان‌های هند اروپایی وقتی وارد میشن، خب زبان‌های قبلی هم داشتیم دیگه، یعنی مثلا چه میدونم تو اسپانیا، توی سواحل فرانسه فینیقیا بودن، سامی بوده اصلا زبونشون. موقعی که موج هند اروپایی میان وارد میشن، شاخه اروپایی در واقع وارد میشه تو اروپا دیگه، شما زبانای اروپاییه، زبان هند اروپایی دیگه، زبان دیگه نداری. این اتفاقی که میگی حدوداً در چه قرنی و توسط چه اقوام مهاجری افتاده؟ ببین توی اروپا چند موج داریم دیگه. یه جمعیت پایه همون سیاه‌پوست اولیه داریم که اصلا از اولش هومو ساپینسایی که اونجا رفتن احتمالاً از شمال آفریقا رفتن، یعنی از جنوب به شمال یه مهاجرت داشتن. بعد اون 2 تا موج مهاجرت داریم. یه موجیه که بهشون میگن در واقع رمه‌داران آناتولی، از منطقه آناتولی و آسورستان انقلاب کشاورزی که میشه، یه موج بزرگ جمعیتی میره که معمولاً جنوب اروپا رو مسکونی میکنه و با یه ضریب خوبی جایگزین اون جمعیت بومی اولیه میشه. و بعدم یه موج مهاجرت هند اروپایی یا در واقع اروپایی که اون الگوی مهاجرتی رو معتقدی که در حقیقت با انقراض گروه‌های بومی شکلیه. آره یعنی مثلا حدود 1000 پیش از میلاد که اروپایی را میافتن به سمت جنوب، یعنی موج اصلی شروع میشه که خب تو ایران هم موج نزدیک بهش داریم دیگه، زبونا اروپایی میشه، زبون سامی نداری. درست. یا تو چین هم اینطوره، میدونیم. تو ایران اینطوری نیست. حالا بحث من اینه تو ایران شما، حالا یه دلیلش هم اینه که خب قدیمی ترین تمدنه و پیچیده تره، یعنی لایه‌های جدید که میان با لایه‌های قبلی ترکیب میشن و میمونن. یعنی به عنوان مثال شما مثلا لایه‌های فرهنگی، لایه‌های زبانی، لایه‌های نژادی دوره مثلا 5000 سال پیش هم همچنان داری و برای اینه که و بعدی‌ها هم داری، یعنی چینه بندی داریم روش و اینا با هم دیگه ترکیب شدن. یعنی به عنوان مثلا دین زرتشتی که اومده اینطوری نبوده که همه ادیان دیگه از بین برن. دین زرتشتی اومده مخلوط شده با ادیان آریایی قدیمی تر، بعد اومده تو میان رودان ترکیب شده با ادیان قدیمی مثلا اکدی و سومری و اینا که تو منطقه بودن. ادیان، زبانا، جمعیت‌ها تو ایران یه آش در همجوشیه که چینه بندی داره
و بنابراین پیچیده است. اصلا یه دلیل اینکه من فکر می‌کنم مدرنیته تو ایران جواب نمیده اینه. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه سیاست هم اینطوریه. یعنی به گمان من سیر تحول پیچیدگی امر سیاسی اینطوریه که دولت شهر دارین شما اول، بعد نظام پادشاهی دارین، یعنی یه سری دولت شهر با هم دیگه متصل. اینها رو برای میپرسم که شاید دقیق‌تر بشه، چون تو این برنامه من زیاد نمیخوام با مثلا ممکنه مخالفت کنم در ارتباط با موضوع، فقط میخوام سوالایی رو بپرسم که اون الگوی ذهنی که بهش معتقد هستی روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. این نوع از نظام سیاسی که داری میگی داره به تکامل میرسه، امکانش هست یه بازه‌های زمانی هم بگی مثلا اون دولت شهرها تا چه تاریخی بودن، بعد ما ببین اصلا ظهور دولت تو کره زمین حدود 5400 سال پیشه. خب یعنی حدود 3400 پیش از میلاد توی حاشیه جنوبی ایران، مثلا شهر اوروک، اور، کیش، این شهرها تو میان رودان، این طرف تو چوغامیش، تو انشان، توی شوش و اون طرف سیلک، یه دامنه این شکلی جنوب غربی ایران شما یه سری دولت شهر دارین. جنوب غربی سرزمینی به نام ایران که بعدها نامش شد ایران. فعلا داریم در مورد حوزه تمدنی که بعدها به اسم ایران میشه. شما میگین حوزه تمدن چین از اولش، یعنی اسم کشور چین خب مال دودمان چین دوره اشکانیه، ولی از اولش حوزه فرهنگ مثلا چه میدونم یانگشاو رو میگن جزء چینه دیگه. از اولش کلمه رو میشه بکار. همزمان با اون توی مصر هم که تمدن شروع میشه، یکی از تمدن‌های پیشگامه، اونجا هم دولت شهر داریم. این به نظر میاد 4 تا دولت شهر مهمم توی مصر داریم. اتفاقی که میفته اینه که دولت شهرها که حدود 3400 پیش از میلاد در منطقه‌ای که به اسم ایران میشناسیم، توی منطقه ایران زمین و بعد این دولت شهرها پخش میشن دیگه، تقریبا کل ایران زمین رو میگیرن. منتها به نظر میاد الگوی اصلیشون ابتدا جنوب ایران زمینه تا در سند، از این ور بعد مناطق شمالی یه خورده چند قرن دیراین. دولت شهرهای پراکنده‌ای رو داریم که هنوز به هم دچار پیوستگی نشدن. یعنی واحد سیاسی در واقع یه شهر مثلا چند هزار نفره است که یه کاهنشاهی داره و یه جمعیت مثلا 1000-2000 نفره مرد جنگی داره. این همه معمولا خویشاوندن با هم دیگه. این واحد سیاسی مونه. بعد اتفاقی که میفته اینه که این دولت شهرها با هم دیگه ترکیب میشن. از چه زمانی؟ توی مصر زودتر از ایران و تو ایران دیرتر. توی مصر خیلی سریع اتفاق میفته به دلیل نیل و دلایل دیگه. دولت پادشاهی مصر عملاً تو 3050 پیش از میلاد، منس اصطلاحاً یا نارمر، اولین فرعون که میاد، دودمان اول شروع میشه دیگه، شما پادشاهی دارین. یعنی اونجا دیگه دولت شهرها به هم دیگه چفت شدن، یه قلمرو بزرگتر درست کردن. توی ایران این با تأخیر بیشتری انجام میشه، یعنی قرن 24 پیش از میلاد، یعنی با یه وقفه حدود 600 ساله نسبت به مصر که اونم دلیل داره، باز به دلیل جغرافیای ایرانه. اولین پادشاهی هم که این کارو میکنه شروکین اکدی، شاه اکده، که این در واقع اون منطقه سومر قدیمو میگیره، همه دولت شهراشو، یه پیشروی به سمت آسورستان، یه پیشروی به سمت ایلام هم میکنه. یعنی این واحدها رو همه رو با هم دیگه یکی میکنه که مثلا 2370 پیش از میلاد، که این نقطه شروع نظام شاهنشاهی، نظام پادشاهی. آره بنابراین ما برای میگم کلمه رو تفکیک کنیم، چون ببین دولت شهر ما داریم، پادشاهی داریم، اینا پادشاهی هن، و بعد پادشاهی برخلاف مصر که یه دونه پادشاهی گاهی وقت تجزیه میشه، ایران کلا چند تا پادشاهیه. درست. یعنی به احتمال زیاد، حالا ما مدرک نوشتاری ازش نداریم، ولی شهر سوخته و اون منطقه سیستان قاعدتاً اون یه پادشاهی بوده. هرچند جنگ و اینا خیلی انگار نداشتن، حصار و چیزای جنگی کمه، ولی اون واحد، اون انباشت سرمایه و جمعیت و اینا قاعدتاً یه پادشاهی شما. یا بلخ مثلا یه پادشاهی، بعد ادامه پیدا میکنه. هیتی ها یه پادشاهی هن. بعد این کلماتی که به غلط مثلا میگن امپراتوری هیتی یا نمیدونم تمدن هیتی، این کلمه رو به نظرم زیاد احتیاط کرد. بعد بنابراین از قرن 24 پیش از میلاد شما پادشاهی دارین تو ایران که پادشاهی تفاوتش با دولت شهر این بود که اون دولت شهرها رو یکی میکنه، واحدش مقیاسش بزرگتره، پیچیده‌تره، و بعد چون پیچیده‌تره مثلا رکن قدرت معبد و دربار جداست همیشه تو پادشاهی. تو دولت شهر یکیه، ابتدای کار دست کم شاه کاهن داره، کاهن شاه هم هست، هم یکیه. اما در دومی شاه و کاهن از هم جدا میشه، کم کم تفکیک میشن. و ویژگی‌های دیگه داره، مثلا نویسایی توسعه پیدا میکنه. متون تو ایران به طور مشخص متون در واقع اسناد حسابداری شکل میگیره.
مالکیت شخصی نویسا میشه. اتفاقای این شکلی تو پادشاهی که به خاطر پیچیدگیه، یعنی نوع نظام پادشاهی نظام پیچیده تریه نسبت به نظام دولت شهرها و این خروجی های تمدنی که داریم میگی ناشی از استقرار این نوع نظام پیچیده است. دقیقاً. یعنی به عبارت دیگه هر کدوم از این گام‌ها که داریم میبینیم گام‌های پیچیدگیه که حالا نمودش رو تو دولت و سیاست هم داریم بررسی میکنیم. بعد یه مرحله دیگری داریم که تو ایران اولین بار رخ میده که مرحله دوم اول بار توی مصر بود، مرحله سوم اول بار در ایرانه که برای اولین بار میبینی پادشاهی‌ها به هم دیگه شفت میشن و یه واحد سیاسی بزرگتر درست میکنن که این میشه دولت هخامنشی. دولت هخامنشی شاهنشاهیه حالا به این ترتیب. پس دولت هخامنشی اولین بروز نوع نظام سیاسی شاهنشاهی در ایران و البته جهان از من. آره، یعنی به عبارت دیگه سطح پیچیدگی بالاتر از پادشاهی برای اولین بار تو دولت هخامنشی شکل میگیره. حالا نکته اصلی اینه که توی مصر موقعی که شما دولت پادشاهی دارین دیگه دولت شهر ندارین. تو ایران شما پادشاهی ها رو که دارین دولت شهرها هم دارین. برای این دارم میگم چینه بندیه. یعنی شما مثلا دولت پادشاهی آشور دارین، دولت پادشاهی ایلام دارین، منتها به نظر میاد مثلا دولت شهرهایی هم داریم. دمشق دولت شهر این وسط انگار. حالا یه سوال برای اینکه چیز کنم، یعنی مرحله به مرحله جلو بریم، میگی که شروع نوع نظام شاهنشاهی در حقیقت با کوروشه و در دوره هخامنشی که شکل میگیره. یه تصویر ممکنه از اون منطقه‌ای رو که تحت عنوان ایران فرهنگی یا ایران زمین میشناسیم در اون بازه زمانی، یعنی چه پادشاهی‌های عمده اون موقع در ایران وجود داشته که کوروش میاد اینها رو یکی میکنه و تبدیل میشه به نوع نظام شاهنشاهی؟ ببین توی قلمرو در هم پیوسته، یعنی ما هسته مرکزی تمدن ایران و مصر دیگه، این دوتاست. مصر برای خودش جدا هم تمدن جدا بوده هم یه پادشاهی جدا بود. تو منطقه ایران زمین در اون دوران و ایران زمینت هم میگی چه منطقه‌ایه؟ ببین ایران زمین کلا این حوزه از جغرافیایی. آره ببین فاصله بین دریای مدیترانه در غرب، هندوکش رشته هندوکش در شرق، 3 تا دریاچه خوارزم، خزر و سیاه در شمال و پایین شبه جزیره عربستان، یعنی دریای سرخ و اون ناحیه پایین. این ناحیه حدود 10 میلیون کیلومتر مربع. به لحاظ سیستمی این یه سیستمه، یعنی تو تاریخ این همیشه یه سیستم در هم پیوسته بوده. قبل از این که اصلا یه سیستم جمعیتی در هم پیوسته بوده، بعد یه سیستم دولت شهرهای در هم پیوسته میشه. یعنی به عبارت دیگه حتی اون موقعی که اینا دولت شهر بودن شبکه عظیم تجاری بینشون بوده، دوره که دولت شهر بوده، اما سیستم یکپارچه سیاسی نشدن. آره دیگه سیستم یکپارچه سیاسی کلا شکننده و مشکله، دیر به وجود میاد. و این سیستمی که داریم میگیم در دوران کوروش که داری ازش پرسش میکنی دست کم 4 تا دولت اصلی داره. یه دولتی در آناتولی داریم که دولت لودیه است که رزوس مشهوره. یه دولتی در بابل داریم، دولت خیلی مقتدریه چون آشور رو هم در واقع تیکش رو گرفته، شبه جزیره عربستان هم دست کم شمالش دستشه، یثرب مثلا توشه. دولت بابل دارید. دولت ایلام دارید که در واقع کوروش شاه ایلامه. منتها به نظر میاد تو اون مقطع، حالا خیلی بحث دربارش کتابم من نوشتم روش، به نظر میاد انشان و شوش یعنی 2 تا مرکز قلمرو سیاسی ایلام انگار اون موقع دچار تفکیکن و کوروش شاه انشانه که بعد میره شوش رو هم میگیره. شاه ایلامه ولی شوش اینطوری کوروش. و یه دولت دیگه هم شما دارید، دولت در واقع آناتولی رو گفتیم، یه دولت بزرگ مهم هم دارید، ماد. و این دولت ماد هم خیلی دولت مهمیه و در واقع بزرگترین دولت اون دوره ایران زمین و احتمالاً جهان ماده در لحظه‌ای که کوروش میاد. بزرگترین پادشاهیه، بزرگترین دولت دیگه در واقع. تو این مقطع که داریم حرف میزنیم که یه قرن 6 پیش از میلاده، 550 پیش از میلاد. تو این مقطع که داریم حرف میزنیم چین هم چند تا پادشاهی داره، تو آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هم چند تا پادشاهی داریم ولی خبر نداره این اصلا دیگه. کوروش کاری که میکنه اینه که میاد اینا رو همه رو با هم دیگه متحد میکنه. اینم برات بگم که توی ایران شرقی هم چون نویسانیست ما نمیدونیم دقیق، ولی تو ایران شرقی هم بی تردید یه تعدادی پادشاهی در این مقطع بودن و به نظر میاد دست کم یه خورده قبل کوروش این خیز برای اتحاد اینا شروع شده. به احتمال زیاد مهمترین پادشاهی ایران شرقی که بلخه متحد بوده با ماد، یعنی ماد بلخ رو احتمالاً گرفته بوده. یه دلیلش اینه که کوروش ماد رو میگیره، بلخ هم متصل بهش. بلخ میگن شورش میکنه،
و کوروش لشکرکشی که میکنه خیلی سریعه و خیلی سریع بلخ و ایران شرقی خیلی محکم متصله بهش، بنابراین وصل بودن اینا انگار. این واحدی که ما داریم و جالبه که کوروش توی اون دشت مرغاب اگه ببینی مدعی غلبه بر مصر هم هست، یعنی تاجی که کوروش داره تاج مصریه تو دشت مرغاب. اینو از لحاظ نمادشناسی و فقط صرفا تاج کوروش میگید یا اینکه منبع مکتوبی هست که نه دیگه نماد هست. اصلا تاجی که داری، یعنی تاجی که کوروش تو فارس دشت مرغاب سرشه تاج مصریه و ببین مصر هنوز نگرفته، یعنی اونجا مشخصه که مدعی فرمانروایی بر کل پادشاهی‌هایی که رو کره زمین هست، ولی مصر رو نمیگیره، یعنی مصر رو پسرش کمبوجیه میگیره. کمبوجیه که میاد شما در واقع همه پادشاهی‌های این دوتا تمدن متحد میشه کشور ایران. منتها پس در دوره کوروش همه اینها فعلا نمیشن، در دوره کمبوجیه است که اون نظام شاهنشاهی مد نظر شما در دوره کوروشه. دوره کوروشه، منتها توجه داشته باشیم دوره کوروش حوزه تمدن ایرانیه که یک پارچه میشه، کشور ایرانه که شکل میگیره. چون یه سوالم انتهای برنامه خواستم ازت بپرسم اما الان چون ارتباط داره میپرسم. پس بنابراین از منظر تو مبدأ تاریخ ایران، یعنی ایجاد یک سیستم سیاسی اجتماعی که به نام ایران میشناسیمش در تاریخ و بعدها نام ایران رو میگیره، همزمان با دوره کوروش و احتمالاً تسخیر بابل. باید ببینیم منظور چی از مبدأ تاریخ چی؟ مبدأ تاریخ دولت ملتی به نام ایران که یک نظام سیاسی یک پارچه داره و یه جامعه‌ای که در حقیقت تحت مدیریت این نظام سیاسی یک پارچه است. اگر بگی، یعنی همینی که الان گفتی رو بگی، تاریخ مبدأ تأسیس کشور ایران، کشور یک پارچه ایران، آره میشه لحظه که کوروش اومد آخرین واحد این ناحیه یعنی بابل رو گرفت. درست. 539 پیش از میلاد 7 آبان میگیره بابل رو و یک پارچه میشه کل ایران زمین. منتها این با مبدأ تاریخ فرق میکنه. نه اونو مبدأ تاریخ ایران رو داریم صحبت. مبدأ کشور، تأسیس کشور ایران اون لحظه است، اون موقع است. کمبوجیه که میاد نکته اصلی اینه که کل پادشاهی هایی که همدیگر رو میشناختن، یعنی جهان اون دوران بوده، اینا یکی میشن. مصر هم میگیره، مصر یه تمدن جدا بوده. یعنی ما نوع نظام، وقتی که داریم از نوع نظام شاهنشاهی صحبت میکنیم، در دوره کوروش شکل گرفته و ایجاد شده، اما در دوره کمبوجیه قلمرو جغرافیایی اون گسترش پیدا کرد. به عبارت دیگه در دوران کمبوجیه و داریوش جهانی میشه. درست. یعنی خارج از مرزهای حوزه تمدن ایرانی سرریز میشه. یعنی کمبوجیه مصر رو میگیره و میره، میدونی دیگه، هم لیبی رو از این ور میگیره، هم میره تا حبشه، یعنی تا جنوب، تا در واقع اتیوپی رو میره میگیره، که احتمالاً معتقدی که این توانایی برای گرفتن همه جهان متمدن اون روز به خاطر نوع قدرتیه که این نظام سیاسی پیچیده جدید داشت. یعنی به عبارت دیگه نوع پیکربندی قدرت توی این نظام سیاسی که بهش میگیم شاهنشاهی این اجازه رو میداده که در اون دوران با اون ترابری، با اون نظام ارتباطات، با اون شیوه نویسایی، چون خط الفبایی در دوران هخامنشی فراگیر میشه، قبلش یه چیز خیلی، یه ابداع محلی خیلی رقیقی بوده و این ساخت سیاسی امکان جهانی شدن داشته. نکته اصلی اینه. و داریوش هم اینطوری، یعنی اروپای شرقی رو میگیره داریوش دیگه و ادامه پیدا میکنه، یعنی گسترش داشته پیدا میکرده این سیستم. این دوران بنابراین شاهنشاهی از اینجا شروع میشه. حالا اون چیزی که در مورد در واقع تیپ ایدئال گفتی، ببین اتفاقی که میفته اونو اگه میخوای بذاریم میشه کم جلوتر، چون اونجا یه سوال ازت داشتم و اون اینه که خب این مقطع زمانی مقطع خیلی مهمیه. توی دوره زمانی کوروش که ما با اولین نمود و اولین بروز یک نوع نظام سیاسی جدید مواجهیم به اسم نظام سیاسی شاهنشاهی، ویژگی‌های این نظام رو میتونی برامون بگی از لحاظ عناصر داخلی خود این نظام سیاسی، نحوی ارتباطی که با هم داشتن، نحوی انتخاب شاه یا جانشین اون، یه اینطور موضوع، یعنی می‌خوایم ببینیم مختصات ویژگی‌های این نوع نظم سیاسی نوین که نقطه شروعی که حالا احتمالاً تحولاتی هم داشته و با هم در موردش صحبت می‌کنیم، این چه ویژگی‌هایی داشته این نظام؟ اجازه بده روی خود دوره هخامنشی و دوره هخامنشی متقدم تمرکز کنیم. یعنی از دوران کوروش، کمبوجیه، یه دوره کوتاه بردی و داریوش، روی این دوره. یعنی نوع نظام شاهنشاهی در دوره هخامنشی رو داریم دوره هخامنشی در مقطع شکلگیریش، یعنی در دوره فاصله کوروش تا آخر داریوش که مثلا میشه چه میدونم مثلا یه دوره حدود مثلا 50-60 ساله
60-70 ساله. یه دوره اول که دوره تأسیس. ببین تو این دوران چون هر مقطعش یه سری از اینایی که میگم شکل میگیره و دیگه ادامه پیدا میکنه. چه تحولاتی رخ میده که این دولت شاهنشاهی میتونه شکل بگیره اصلا؟ من ارکان اصلیش رو بگم. ببین یکی این که خیلی مهمه، تئوریکه، یعنی زیربنای نظری مفهوم قدرت فرق میکنه. یه دفعه مفهوم قدرت قبلا مبتنی بر حرکت لشکرها در جاده‌های جنگیه، خب، و اقتصاد سیاست اقتصاد غارته. اوجش رو تو دولت آشور میبینیم. مصر هم اینجوری، همه همینجوریان، چین هم اینجوری، بقیه جام هم اینجوریان. قاعده اینه که شما یه واحد سیاسی داری، نیروی نظامی بسیج میکنه، حمله میکنه، میره این ور اون ور، غارت میکنه، خراج میگیره، سرکوب میکنه، یعنی خشونته مبناش. و بازیقو برنده بازنده است و چارچوب نظریش معلومه. کم کم این وسط خدایانی پیدا میشن که مشروعیت میدن، مثل آشور و خدایان دیگه مثل آمون توی مصر، و این الگوی کلیه. این چرخش میکنه به الگویی که اولا خدایان همه یه دفعه موازی هن. هر خدایی داره. هیچ کدوم از خدایان بسیج کننده ارتش برای غلبه بر قلمرو خدایان دیگر نیست. حتی اهورامزدا، یعنی دوران داریوش هم همینو داریم. یعنی اهورامزدا با اینکه خود داریوش زرتشتی نوشته، اسم طرف اهورامزدا تصویرش هم کرده، منتها اهورامزدا مثل آشور نیست اصلا که ارتش بسیج کنه. داریوش داره یه کارایی میکنه، اهورامزدا موافقه باهاش، اصلا اهورامزدا کاری نمیکنه. این تغییر چرا اتفاق میفته توی جهان بینی؟ آره ببین، به نظرم میاد که زیربنای نظریه این داستان اینه که اندیشه زرتشتی که کم کم داشته پخش میشه تو ایران نهادینه میشه و بیان سیاسی پیدا میکنه. یعنی پیامبری ظهور کرده، جهان بینی جدیدی و هستی شناسی جدیدی آورده. ما الان در این مقطع مواجهیم با اینکه این هستی شناسی جدید داره در کالبد یک نظام سیاسی خودش رو پیکره بندی میکنه. کرده بوده البته قبلا، چون ببین زرتشت مال حدود 1200 پیش از میلاده. خب اون مثلا چه میدونم دورانی که داره کوروش میره این ور اون ور میگیره، مثلا 540 پیش از میلاد، 550 پیش از میلاد، یه فاصله طولانی داریم. و بیان سیاسی هم پیدا میکنه. یعنی در دوران خود زرتشت به احتمال زیاد دولت شهر بلخ زرتشتی میشه، دوران خود زرتشته که گشتاسپ دیگه، ویشتاسپ اوستایی که آتوسا همسرشه، اولین زن زرتشتی، اولین ملکه زرتشتیه، اونم اسفندیار و پشوتن و این روایت چیز، اینا مال بلخه قاعدتا. ولی همونطور که گفتی اینجا همچنان شاه و کاهن که حالا مثلا ممکنه که نماینده نوع مذهبیش در اونجا زرتشت باشه از هم جدا هستن. از هم جدا، منتها ببین خیلی مثلا نانویساست بلخ در اون دوران، یه دولت شهر قدیمیه ها و احتمالاً پادشاهیه یه خورده بعدش. منتها میخوام بگم بروز سیاسی دین زرتشتی پیدا میکنه، ولی یه دوران حدود 700 ساله تحول داری که این میاد تبدیل به یه چیز دیگری میشه. کوروش اینجا خیلی مهمه. یک بیان سیاسی جدیدی شکل میگیره که مبتنی بر مهره. یعنی به جای اینکه اقتصاد این نظام سیاسی به جای اینکه مبتنی بر حرکت لشکرها در مسیرهای جنگی باشه، مبتنی بر پشتیبانی از کاروانهای تجاری که تو راههای تجاری ده بازرگانانه دارن. این معتقدی بیس هستی شناسی و جهان بینیش اندیشه زرتشتی مهریه. آره. یعنی ایده مرکزی و اصلا مدل اقتصادش متفاوته، مدل خراج اصلا متفاوته، مدل تابعیت متفاوته. و این که اینو گزنفون میگه کوروش خیلی عجیب بود چون تابعانش اصلا نمیدیدنش و این خیلی نکته مهمیه، چون مردم تابع شاهی بودن که چند وقت یه بار میمد حمله میکرد میدیدنش. حالا یا قوم خودشون بود وفادار بودن یا میترسیدن ازش. منتها میگه کوروش همه بهشون گفتن پدر اصلا نمیده، هیچ وقت ندیده بود طرف کوروشو، ولی تابعش بود. چرا تابعش بود؟ سود میبرده. یعنی قاعدتا یک اقتصاد جدید، یک نظام سیاسی جدید اومده که امنیت برقرار کرده، شکوفایی اقتصادی ایجاد کرده و این مبتنی بر بازی برنده است. یعنی اقتصاد سیاسی خشونت جای خودش رو به اقتصاد سیاسی آبادانی میده، مفاهیم جدید شکل میگیره. یعنی اونطور که داری شما صحبت میکنید اینطوره که ایده حکومت و نوع نظم سیاسی که کوروش داشت نمایندگیش میکرد پیش از ورود سپاه اون
به شهرها و سرزمین‌ها وارد می‌شده و ایده‌های و بقیه افراد رو جذب خودش می‌کرد. اتفاقی که توی بابل میفته و بدون خونریزی یعنی وارد مثلا شهر جالبه حکمتانه رو وقتی میره میگیره، حکمتانه خب دفاع میکنه در مقابلش دیگه و مات‌ها خب شکست میدن کوروش رو. این تنها نیرویی که نیرو نظامی قوی اول کار کوروش شکست میده اشتویکس شاه ماده. منتها سرداراش وا میکنن در رو، یعنی خود سردارای اشتویکس دستگیرش میکنن. کرزوس موقعی که حمله میکنه شکست میخوره برمیگرده، دولت شهرهای متحد با کرزوس میپیوندن به کوروش. جالبه که یونانی هم هستن، یعنی اتفاقا اولین قومی که تو اون منطقه آناتولی میپیوندن به کوروش ایونیه بعدن میشه، استان ایونی، میلتوسه مثلا یکیش. ببین این حالا این اتفاقی که میفته یه پیامدایی داره، تو شاخصاشو میخواستی ببین. این که میگم نظریه، یعنی یه اتفاق مهمی افتاده اینجا که نمودهاش رو مثلا در حقوق، حق، مفهوم حق آدم، این که میگن استوانه کوروش حقوق بشره، درست دارن میگن. بدیهی اگه ما فکر کنیم حقوق بشر مدرن مورد نظره که خب حرف بی ربطیه دیگه، اون مدرنه. منتها آیا حق و بشر، یعنی بشر آدمیزاد، حق داشته تو جوامع باستانی؟ خب داشته دیگه. تو هر جامعه یه حقی داشته، اون حقو میشه صورتبندی کرد و دید که چگونه بوده. و بنابراین یه چرخش مهمی در مفهوم حق انسان و اصلا مفهوم انسان شکل میگیره در اینجا، که حالا تو اسناد مالی از همه بهترین رو میبینیم، تو اسناد کیفری اینو میبینیم. مثلا نمونهش این که قبلا یه نفر یه کاری میکرده خانواده و قبیله تنبیه میشده، یعنی کیفر مربوط به شخص اصلا نبوده و بعدش به طور مؤکد میبینیم که بر شخص متمرکزه. و مثال خیلی داریم، باز دوباره وارد حتی تو مصر که مالی تمدن دیگه است، بعد از اینکه کمبوجیه میگیره، این اسناد که میگن دوره داریوش به بعده، در دوران داریوش به بعد سند ازدواج تو مصر قبلا سند ازدواج بین پدر دختره و داماد بوده. درست. مثلا دختره یعنی دو تا خانواده با هم وسط میکردن، یه نماینده که پدر دختره بوده، نماینده که داماد بوده. بعد تبدیل میشه به سند در واقع قرارداد بین دختر و پسر، عروس و داماد با هم دیگه حالا پیوند برقرار میکنن، یعنی اصلا حقوق خانواده یه دفعه دگرگون میشه. و نمونه‌های دیگه هم داریم. اینا که گفتم نرم افزارشه. سخت افزار ما چی میبینیم؟ که گسست بین دوره شاهنشاهی و قبلش ایجاد میکنه. یکی این که شهرها تعدادش و پیچیدگی جمعیت زیاد میشه. یک قبل از اینکه به این برسیم امکانش هست بگی که طراحی خود این ساخت سیاسی جدید و این نظام سیاسی جدید که مبتنی بر یه هستی شناسی و جهان بینیه که میگی که از زرتشت رسیده و کوروش اون اندیشه و اون هستی شناسی رو تبدیل میکنه به یک نوع نظام سیاسی خاص، اون شکلش چطوریه تا بعد برسیم به خروجیاش که خروجیاش یعنی مثلا فرد رأس اون نظام سیاسی چطور انتخاب میشده، جانشینش چطور انتخاب میشده، نحوی ارتباطش با مثلا فردی مثل وزیر چطور بوده. طراحی ساخت سیاسی رو میخوام. ببین یه نکته که مهمه اینه که ما توی ایران به دلیل همین ویژگی که گفتم، یعنی اینکه چینه بندی داریم، تجربیات سیاسی تو ایران خیلی زیاد و متنوع. یعنی دوران پیشا کوروشی رو اگه نگاه کنیم که کوروش خب تاریخ جهان رو به 2 بخش تقسیم میکنه و هر بخشش حدود 2500 ساله، یعنی دوران پیشا کوروشی هم نزدیک 3000 سال داریم. تو اگه نگاه کنیم به ساختارهای دولت، ببین تو مصر یه چیز رو میبینی، یعنی نظام فرعونی یه الگوی شاکله قدرت داره. تو ایران اینطوری نیست. من یکی دو تاشو بگم. تو ایران مثلا تو یه الگویی داری که تو ایلام رایجه و بعد این میشه شالوده دولت هخامنشی، که یه سری دولت شهرن که با هم دیگه متحد شدن و هیچ وقت با هم دیگه نمی‌جنگن. این خیلی جالبه. تو همون گفتی نظام پادشاهیه دیگه اون. ببین یه جور پادشاهیه ولی پادشاهی عجیبیه، چون در واقع دولت شهرهایی که با هم دیگه متحد شدن، ببین دولت شهرهایی که با هم متحد میشن پادشاهی درست میکنن، معمولا توش با هم دیگه میجنگن. میدونی بابل و آشور یادم دارن با هم دیگه میجنگن. تو این واحده معمولا درگیری داری. منتها شوشه و انشانه و حالا شهرهای دیگه است که اوان اولش، بعد بهبهان الان، این واحدهای سیاسی، ایزاس یه مقطعی، اینا خیلی با هم دیگه متحدن و اینا هر کدوم یه خودمختاری محلی هم در ضمن دارن. یعنی یه الگوی لایه‌ای دارید، بعد مثلا فامیلن اینا با هم دیگه در این حال. یعنی یه دولت پادشاهی دارید با زیر سیستمایی که یه خودمختاری دارن. یه مدل تو آشور دارین که یه دولت بسیار متمرکز، نظامی، سرکوبگر به خشن‌ترین شکل ممکن.
یه دولتی دارید، دولت تقریبا دین سالاری در بابل که شاه کاهنم است و آخریشون نبونید که اصلا خودش حالت کاهن داره و این و مراسمشون خیلی در پیوند با معبد و خدای مردوک و این است. بعد از اون ور مثلا تو قلمرو هیتی اصلا یه الگوی دیگر سیاسی دارید، الگویی که این آریایی ها در واقع اینو میارن که مبتنی بر رابطه دربارهای پادشاهی با هم دیگه است و اینکه اینا با هم دیگه دختر بدن دختر بگیرن فامیل شن همه با هم دیگه بین پادشاهی ها. یعنی در یه مقطعی پادشاهی هیتی و بابل که کاسیان و ایلام و مصر همه اینا با هم دیگه فامیل میشن یه دفعه که خیلی جالبه. بعد ببین بعد یه الگوی خیلی عجیبی که داری و خیلی هم قدیمیه، الگوی پادشاهی انتخابیه. یعنی گوتی ها که میرن میان رودان رو میگیرن، به نظر میاد که ابتدای کار دوره‌های 2 ساله و بعد دوره‌های 3 ساله میچرخیده شاهشون و خیلی منظم دوره‌های، یعنی اینکه هر شاهی اومده چقدر سلطنت کرده هست. یه تحلیلی هم رو این کرده. آنچه که ما در دولت شاهنشاهی میبینیم ترکیب همه ایناست. یعنی میخوام بگم یه اینکه اینطوری نبوده به نظر من که کوروش همطوری یه نفری بیاد بگه فلان. این آدمیه که در یک شبکه پیچیده اینطوری اومده، دولت مردی بوده، باباش بابا بزرگش شاه بودن، شاه قدیمی ترین دولت یعنی ایلام بودن. این تجربیات رو جمع کرده. شکلی که ما داریم اینه که شما یه شاهی دارید که خود کوروش مدعیه که ناجیه، مدعیه که نجات بخشه، ولی با قدرت نظامی و اون ایده پشت این قدرت نظامی در هر حال به قدرت رسیده. ببین در نهایت پیروزی های کوروش خیلی قدرت نرمه پشتش. قدرت نرم. در این حال که ارتش، یعنی سازماندهی ارتش در دوران کوروش هم کاملا دگرگون میشه. نوآوری های نظامی خیلی جدی داریم، مثلا منجنیق اختراع میشه، یعنی نوآوری مکانیکی خیلی مهم که خب قبلش نبوده. یعنی الان شما میتونید بری بزنی حصار شهر رو خراب کنی یه دفعه. یا نمیدونم فناوری آهن وارد میدان جنگ میشه. گردونه‌ای که چرخ پره‌دار داره و قبلا هم بوده تحول پیدا میکنه. رسته های 10 نفره، اینا البته تو آشور و اینا سابقه داره، ولی میخوام بگم ارتش کوروش هم یه ارتش به لحاظ فنی خیلی پیچیده تری. منتها اینا با هم دیگه ترکیب میشه. نوع دعوی اون شاهنشاه فرق میکنه با قبل، ولی همه اینا ریشه داره در اینا. یعنی مثلا مفهوم خوارنه که تو اوستا هست، میاد شاه فرهمند میشه. منتها فرهمندی شاه ریشه داره. یعنی مثلا تو آشور، شاه آشورم یک چجوری بگیم، یک نیروی الهی در اون میدمیده، ملمو بهش میگفتن. یا توی ایلام کیتن بهش میگفتن. اصلا اسم شاه ایلام هست کیتن شوشیناک، یعنی فره شاه شوش، خدای شوش. اینا همه با هم دیگه ترکیب میشه. اون چیزی که شما به عنوان شاهنشاهی هخامنشی توی بازی دوره کوروش تا داریوش تو این دوران این پیکربندی جدیده رخ میده که این پیکربندی این شکلیه که شما همه اون واحدهای سیاسی قبلی رو دارین. یعنی پادشاهی‌های قبلی رو دارین، میشه خشتره، میشه استان. بعد استاندار داره جای پادشاه قبلی. استاندار رو کی مشخص می‌کنه؟ شاهنشاه. حالا الان شما یه نیرویی داری روی همه اینا به نام شاهنشاه که توش مثلا یکی از استاناش مصر قدیمه، یعنی یه پادشاهی خیلی بزرگ قدیمیه. یکیش مثلا توی اونجا دولت شهر هم داری تازه. پس یه نظام شاهنشاهی داریم که زیر سیستم هایی داره به اسم استانها که استانداران رو از طرف شاهنشاه مشخص میشه. ببین نکته اصلی که تمام اون چینه بندی سیاسی قدیمی هست همچنان. یعنی در این میان شما مثلا قبایلی دارید که این قبایل نه دولت شهرن، قبایل کوچگردن. قبایل عرب کوچگرد داری که رئیس قبیله داره، اصلا نظام سیاسیش کوچگردن است. بعد کمبوجیه میخواد بره حمله کنه به مصر، از اینا کمک میگیره. یعنی سپاه کمبوجیه با قبایل عرب راهنماییش میکنن، از صحرای سینا رد میشه میره مصر. بعد از اون طرف دولت شهر داری، دولت شهرهای فینیقی، سور و سیدا و اینا دولت شهرن، سکه میزنن. هر کدوم دولت شهر اینا هم تابعن، ولی نهایتاً از شاهنشاهه که قدرت رو میگیرن. توی سازوکار و مکانیزم خودشون به قدرت رسیدن، اما فردی رو نداریم که ممکنه از طرف شاه نهایتاً تنفیذ نشده باشه قدرت. یعنی اینا همه تابع اون شاهنشاهن. حالا بعضیاشون قدرتایی هستن که پایین به بالا اومدن، رئیس قبیله است یا روی دولت شهریه. بعضیاشون شورش کرده، شکست خورده، شاهنشاه مستقیم اونجا کسی رو میذاره. دیوان سالاری هخامنشی ولی از بالا به پایین بدنش پارسیه، یعنی مثلا شهربانان پارسیان، ولی مثلا حاکمان شهرها به نظر من بومیان خیلیاشون. یه ملغمه است
چنین چیزی رو داریم. جانشین چطور مشخص می‌شده؟ شایسته ترین کس دیگه. یعنی چون یه ایده و یه فرض بنیادین وجود داره که الان فکر میکنم اینجا تو تا حدودی داری اون رو به چالش میکشی یا نظر متفاوتی داری و اون این هست که در نظام شاهنشاهی الگوی جانشینی اینطور بوده که بزرگترین فرزند شاهنشاه به عنوان شاه بعدی انتخاب می شده. این قاعده بوده. اما شما الان داریم میگی که نه این گونه نبوده، بلکه مبتنی بر شایسته سالاری بوده. آره ببین برای اینکه بتونیم پاسخ بدیم به این، اتفاقا اینو من چند وقت پیش یه صحبت دیگری هم بود گفتم و خیلی هیاهو سرش به پا شد و خیلی راحت جواب دادم بهش. خب بابا این شاه‌ها الان حضور دارن، فهرست گوگل کافیه طرف بکنه طرف، یعنی اون کسی که مدعی خلاف اینه گوگل کنه. نه اینطوری برات بگم، ببین در دوران هخامنشی حالا توی همون دوره فاصله زمانی که داری میگی نظام سیاسی به تکامل میرسه توی دوره کوروش و داریوش صحبت کنیم. نمونهش خود داریوشه دیگه. کمبوجیه خب فرزند بزرگ مگه کوروش نبوده؟ آره کمبوجیه فرزند بزرگی و در این حال تو معتقدی که نکته اینجاست، میگی که به دلیل فرزند بزرگ کوروش بودن نیست که شاهنشاه میشه، بلکه فرزند بزرگ کوروشیه که در این حال معیار اصلی شایسته ترین فردی بوده. شایسته ترین فرد. معیار شایستگی چی بوده؟ ببین در مورد کمبوجیه به طور مشخص حالا ما یه سری معیار شایستگی داریم که خب این طی 8 سال سلطنت میکنه. کمبوجیه خیلی کوتاه هستن عمر سیاسیش. این میره مصر رو میگیره، نه تنها مصر رو میگیره بلکه نواحی که فرعونها همیشه میخواستن بگیرن، اتیوپی، جنوب مصر، جنوبش آبشار چهارم رو که هیچ وقت نمیتونستن بگیرن، میگیره پایدار اینا وصل میشن به ایران. اینا آخه پسینیه. شبین میخوام ببینم که به محض اینکه بالاخره کوروش کشته میشه در جنگ، چه سازوکار، چه مکانیزم و چه قاعده ای رو تاریخ داره به ما میگه وجود داشته که بگه خب جانشین کوروش چه کسی خواهد بود؟ چون وقتی در مورد شایستگی پسینی صحبت میکنیم داریم در مورد اقداماتی صحبت میکنیم که شاهنشاه بعد از به قدرت رسیدنش انجام داده. اما وقتی میگیم مکانیزم انتخاب شایستگی بوده، به این معنی که حالا یه مجموعه از بزرگان یه سرزمین، یه افرادی یه سری معیارها رو در نظر داشتن، با اون معیارها میگفتن این جانشین شاه بشه. آیا معتقدی که این اتفاق میافتاده یا اینکه نه؟ الان پسینی صحبت نمی‌کنیم. به هر صورت حالا مکانیزم دقیق این که چه جوری کمبوجیه رو انتخاب کردن که ما نمیدونیم. ولی اینو میدونیم که در دوران حکومت خود کوروش کمبوجیه نفر دوم ایران بوده، یعنی انتخابش کرده. چرا؟ چون فرزند بزرگ شاه بوده؟ بعیده، چون این آدمیه که از اول شایسته است. و چه کسانی انتخابش کردن؟ آیا شاه خودش انتخاب کرده؟ قاعدتاً شخصیت اصلی خود کوروشه. در مورد کوروش قاعدتاً منتها مثلا ما اشاره هایی که به کمبوجیه توی متون کوروش هست، مشخصاً افتخار میکنه به کمبوجیه. درست. پس نکته که داری میگی که اینه که شاه مستقر، یعنی شاهنشاه مستقر، یکی از افرادی رو که به نظرش شایسته ترین فرد بوده که حالا لزوما معتقدی که اون پسر بزرگش هم نبوده، میتونسته پسر چیز باشه، پسر کوچکتر باشه. شاهنشاه هم نیست دیگه. یعنی ببین حالا اینو از کجا میتونیم بگیم اگه این الگوشو میخوای ببینی؟ چون نفر بعدی کمبوجیه میمیره. خب کمبوجیه به احتمال زیاد در سر بیماری و عفونت زخم پاش میمیره، یعنی تصادفی میمیره. و تو معتقدی که در حقیقت کودتایی در کار نبوده؟ کمبوجیه نه، کمبوجیه تقریبا قطعیه درست. که حالا اینکه چی شده، این زخمی شده، میگن داشته سوار اسبش میشده، زخمی کرده خودشو. تعبیر کردن از یه جمله توی کتیبه بیستون که خودکشی کرده که خیلی بعیده. نوشته از زخم خود مرد. یعنی احتمالاً تصادفی زخمی کرده خودش. جانشین کمبوجیه چطور انتخاب میشه؟ جانشین کمبوجیه خیلی مستقیم بلافاصله بعد بردیاست. خب یعنی بردیا پسر بزرگ کمبوجیه، پسر کوچیکه. پسر کوچیک کوروشه. خب کمبوجیه به احتمال زیاد پسر داشته در این مقطع و دخترم قطعا داشته. خب؟ و بر اساس معیار تو چون بردیا شایسته تر بوده دیگه اون مکانیزم چیز بوده. یعنی و جالبه دیگه اینکه بردیا دروغین بوده، گاماتا یکی دیگه اومده جای بردیا، تقریبا قطعیه که اینطوری نبوده. یعنی در این بازه زمانی ما با الگوی حداقل تو این بازه جانشینی پسر به جای پدر بعد از کمبوجیه نیست. بردیا اینطوری برادرش بوده دیگه. و بردیا خیلی مستقیم میاد به قدرت میرسه. یعنی بردیا هیچ نه شورشی میشه نه مشکلی پیش میاد. نمیدونیم چطور بردیا انتخاب میشه. ببین بردیا دو تا چیز دربارش میدونیم. یکی اینکه جنگاور خیلی نیرومندی بوده، یعنی از کمبوجیه توی جنگ درشتر و قلدرتر و قوی‌تر بوده. دو اینکه عقاید دینی غیر عادی داشته. یعنی گومتا که لقبشه لقب دینیه
و اینو میدونیم که وقتی به قدرت میرسه اموالو شروع میکنه پخش کردن، مالیات میگه نمیگیرم، یعنی یه عقاید دینی اقتصادی خاصی داشته. میدونی چرا دارم در حقیقت ریز سوال میپرسم؟ چون چیزی که برای ما مهمه و نهایتا منظر تو رو به ما میشناسونه که نظام شاهنشاهی مد نظر تو این الگوی انتخاب جانشین توش الگوی خیلی مهمیه. اما الان نکته‌ای که ذهن منو مشغول کرده اینه که چه معیار و چه الگویی وجود داشته مثلا در مورد انتخاب بردیا؟ چه کسانی تصمیم میگیرن بردیا جانشین بشن؟ حدس بزنیم چون ببین این قضیه که ما داریم میگیم مال 22000 مثلا 500 سال پیشه، خیلی قدیمیه. در مورد اون دوره تاریخ جهان اصلا هیچی نمیدونیم به جز همینایی که داریم میگیم، خیلی قدیمیه. و توافق نظری بر نوع انتخاب و چگونگی گزینش وجود نداره. در اصلا این سوال در واقع مطرح نشده در مورد اون دوران. یعنی همه حتی خیلی فکر میکنن خب همونایی که میگن پسر بزرگ شاه میشده، همونا فکر میکنن اینا لابد یه پسر بزرگی شاه میشده. و قبول داری نقطه اختلاف میتونه همینجا باشه دیگه. یعنی ما وقتی که هنوز نمیدونیم، یعنی یه عده معتقدن که ممکنه پسر بزرگ شاه میشده اما نمونه های مخالفی داریم، بنابراین انگار الگوی متفاوتی برای گزینش از منظر تو وجود داشته. ببین به نظر من این که همون میگه شایسته ساله پذیر خیلی راحت. یعنی آیا پسر بزرگ به طور مکانیکی شاه میشده؟ نه نمیشده. از کجا میگیم؟ دوران هخامنشی یه سری شاه داره، دوران اشکانی یه سری شاه داره، ساسانی هم داره دیگه. درست. اونور نمیدونم 38 تا شاه داری، اونور نزدیک 40 تا شاه داری، اونور چیز من الان یادم نیست، هخامنشی عددا رو یادم نیست. منتها یه سری شاه شما دارین دیگه تو هر کدومش. ببینیم چند تاشون پسر بزرگ شاه قبلی بودن دیگه. شما میگه اگر الگوی انتخابی الگوی مشخصی مثل انتخاب پسر بزرگ به جای پدر بوده نباید این نمونه های نقض وجود می داشته. قاعدتا اگر اون چنان می بود الگوی دیگه، مثلا به الگو کار داریم. اگر الگو این چنین بود مثلا 90% شاهان باید، حالا یه سری هم کودتا میکردن این وسط و درگیری درباری بوده اینا، مثلا 90% شاهان باید پسر بزرگ شاه قبلی می بودن دیگه. نبودن. حدود نصفشون دوره هخامنشی هر 3 تا دوره، یعنی به مدت 1000 سال در هر 3 دوره ما فقط نصفی از شاهان رو داریم که حدود 30% درست از شاهان پسر بزرگ شاه قبلی نبودن. پس در بهترین حالت فقط میتونیم بگیم که ما نمیدونیم اون الگوی حالا تو میگی مبتنی بر شایستگی بوده. نه حالا اون الگو رو میدونیم. اون الگو چی بوده؟ ببین اون الگو در دورانهای بعدی خیلی شفاف، مثلا دوره ساسانی، دوره اشکانی میدونیم چی بوده. ولی تو دوره هخامنشی تو این بازه زمانی گفتیم قاعدتا همون بوده. حالا بگم برای چجوری. ببین اینکه به طور مکانیکی خب پسر بزرگ جانشین شاه قبلی نمیشده بدیهیه، چون کوروش فوت میکنه، کمبوجیه پسر بزرگشه، ولی بردیا بعدی پسر بزرگ نیست، یعنی برادر شاه قبلیه. بعد داریوش که اصلا داماده کوروش، یعنی اصلا یکی دیگه است. بردیا رو نمیدونیم بر اساس چه الگویی انتخاب میشه. بردیا به نظر اینطور میاد که خود شخصیت خیلی فرهمند انقلابی بوده، منتها از همینجا معلوم میشه کیا انتخاب میکردن. ببین کیا کودتا میکنن بر ضد بردیا 6 ماه حکومت میکنه. کودتا رو قبول داری شما مفهوم کودتا؟ آره. خب. ببین داریوش بله. و یه عده دیگری هوتن نمیدونم یه عده آدم که اینها کیا بودن؟ بزرگان خاندان‌های. تو وقتی نگاه میکنی میبینی داریوش سپهسالار ایرانه، یعنی کمبوجیه میره مصر رو میگیره، فرمانده سپاهیان ایران کمبوجیه است، ببخشید فرماندهش داریوشه و این خیلی مهمه. یعنی مقام سیاسی و نظامی در دوران کمبوجیه تفکیک شده بوده. اگه در دوران کوروش رو نمیدونیم، حالا دست کم در این دوران تفکیک شده. بنابراین شما سپهسالار دارید و سپهسالار پسر شاه هم نیست. خب نیزه‌دار، شاه ترکشدار، اینا چیزای سلسله مراتب نظامی اون دوره است. بعد در این حال شما میدونید که خاندان‌های بزرگ دارین، رهبر خاندان‌های بزرگه که هم کوروش هم داریوش نوشته تو بیستون، هم هرودوت دقیق‌تر توضیح داده که این فلانی که مثلا هوتن فلان داریم می‌بینین این رئیس خاندان فلان بود، فامیل فلان بود. یعنی شما به هر صورت یه نخبگانی دارید، نخبگان سیاسی، نظامی، فرهنگی به نظر میاد دوران‌های بعدی دست کم دارید که اینا اهل حل و عقد بهشون میگن. بعد از منظر تو اونها شاهنشاه انتخاب می‌کردن. یعنی و اگر اونا مخالفت می‌کردن ور می‌داشتن شاه رو. همون اولش بردیا رو ور می‌دارن. اما اولش بردیا رو توی مراسمی ترور میکنن، میکشنش و
داریوش شاه میشه دیگه. و اون بردیه که داریم میگیم هوادار داشته، یعنی جنگ داخلی، بزرگترین جنگ داخلی جهان باستان رخ میده بعدش داریوش میاد به قدرت میرسه. حالا بماند که به نظر من داریوش خوب کاری کرد، درست بود، یعنی داریوش شایسته تر از بردیا بود. حالا با داریوش کاری نداره، اما الگوی انتخاب داریوش رو الان میخوایم بهش برسیم، یعنی نهایتا میخوایم به این الگویی از نظام سیاسی برسیم دیگه که توی اون الگو شما میگه بزرگان خاندان‌ها به این تصمیم رسیدن که شاهنشاه باید داریوش باشه. و سوال میدونی چیه؟ سوال اینه که در شرایط بحرانی، این شرایط بحرانی ممکنه یکی به کشور حمله کنه، ممکنه شاه قبلی بمیره، ممکنه یه اختشاشی تو کشور بشه مثل دوران بردیا که اومده به هم ریخته یه چیزایی رو به دلایل دینی. تو شرایط بحرانی کیا تصمیم میگیرن که شاه کیه؟ یه سوال اینه. اینو در دورانهای بعدی هرچی جلوتر میایم طبیعتا اسناد بیشتری داریم، دقیق تر میدونیم. اینو میدونیم که نهادهای اصلی اجتماعی یه سریش نهادهای نظامی هن، یه سریش خاندان ها یا نهادهای جمعیتی هن، یه سریش نهادهای بعدن میبینید نهادهای صنفی هن، یه سریش نهادهای دینی هن. اینا حالا دوران قدیم و دقیق خیلیاشو نمیدونیم، مثلا دوره بردیا به نظر میاد خود بردیا مقام دینی هستن، یعنی یه اتحاد دوباره شاه و کاهن دارید اونجا. داریوش مشخصا نیست، یعنی داریوش هیچ ادعای دینی نداره، خیلی روشن. این جمعیتی که این کار رو انجام میدادن، این طبقه نخبگانی که این کار رو انجام میدادن، از ابتدای کار شاهو میتونستن عزل کنن، میتونستن بکشن. ساختار مشخصی داشته، یعنی الگوی مشخصی داشته. نمیدونیم ولی خروجیشو که میتونیم ببینیم. میدونی چی میگم؟ مثل اینه که بگیم مثلا روم چجوری عزل میکرده شاهان امپراتورانش رو. درسته. این سوال میدونیم که امپراتورانو میکشتن چند وقت یه بار، یعنی الگو میبینیم دیگه. این سوال از این نظر برام مهمه که الان وقتی که برگردیم انتهای برنامه به ایران امروز برسیم و بخوایم به یک الگو و یه نظامی که در حقیقت از منظر تو معتقدی یک نظام شاهنشاهی وجود داشته، اون نظام شاهنشاهی باید کارآمد و روزآمدتر بشه، متناسب با نیازهای امروز و اجرا بشه برای اینکه نوع نظام سیاسی مطلوب تریه برای منافع ملی. بنابراین این الگوها رو از این نظر می‌خوایم استخراج کنیم که یک تصویر نسبتاً روشنی داشته باشیم از نوع نظام شاهنشاهی در اون حالت ایدئال و کاملی که میتونیم در مورد جزئیاتش صحبت کنیم که احتمالاً میگیم. آره بهتره به نظرم در مورد دوران بردیا خب یا داریوش خب سوال نکنیم چون خیلی قدیمیه، اصلا کمی داریم. نه میایم آره به نظرم بخوایم این سوالو مطرح کنیم در مورد دوره ساسانی که خیلی داده زیاد داریم، در مورد اون باید که دیگه تبلور کامل پیدا کرده و اطلاعاتمون کافیه در مورد این میتونیم سوالو دقیق تر جواب بدیم. آره منتها الگوی کلی رو بگم بهت، به نظرم یعنی چیزی که میبینیم رو زمین اینه که این الگوی رفتار که در دوران ساسانی داری تقریبا همینو دوره اشکانی داری، دوره هخامنشی هم داری. یعنی به همون ترتیب که در دوران ساسانی اگه من اشتباه نکنم 39 تا شاه دارین و اگه اشتباه نکنم حدود نصفشون پسر بزرگی شاه قبلی نیستن، عدد بزرگیه و سلسله دارید شما با این وجود. منتها طرف برادر شاه قبلی، پسرعموی شاه قبلی، پسر کوچیکه است، نمیدونم عموش، اصلا آدمای متفاوته. یه تفاوت روی کردی که به نظر میرسه تو داری، اگر اشتباه بود بگو. عده‌ای معتقدن که این ناشی از یه آشفتگی و هرج و مرجی بوده در انتخاب شاه. هر کس که به قدرت داشته این کار رو انجام میداده و این خب یه آشوب و در حقیقت هرج و مرج شدیدی رو به اون حوزه قلمرویی اگر این الگو وجود داشته چیز میکنه. ولی میخوام این رو بگم، تو معتقدی که نه، الگویی وجود داشته و مبتنی بر آشوب و هرج و مرج یا هر کس که مثلا قدرت به دستش میرسیده نبوده. بنابراین تو ادامه برنامه میخوایم این رو برامون روشن کنیم که الگوی چی بوده. اینه، ولی میگم بذار قبلش یه قدم قبلش ببینیم از کجا میتونیم اینو بفهمیم که هرج و مرج بوده یا نبوده. خروجی ها و یا قدرتی که سرزمین داشته طبیعتا نمیتونه مبتنی ببینیم دیگه. یعنی دودمانی که با هرج و مرج جانشین میشن توش کوتاه عمرش دیگه و نمیتونن یه دودمانی که نظام درست حسابی جانشینی نداره. آره دودمان و هونها، خب هونها یه سری قبیله بودن با هم دیگه، مکانیسم خیلی دقیق برای جایگزینی هر کی قوی تر بوده میمده جانشین میشده. خود مغولا خب تجزیه میشن، اینا پخش و پلا میشن، دودمان کوتاهه. درست. خب دودمان ایلخانی 80 سال 90 سال 70 سال تو ایرانه، دودمان یوان 100 خورده سال توشون، کوتاهن اینا.
دودمان‌های چینی، دودمان‌های رومی کوتاهن، همین شکلی بودن اصلا. یعنی سرداری که قوی تر بوده میومد امپراتور بعدی میشده. خب تو ایران طولانی دودمان، تو ایران معلومه مکانیسم سیاسی مستقر داری، یه دفعه دودمان داری 500 سال اشکانی، خیلی عجیبه. این ساسانیان 460 سالن، خیلی طولانیه. 460 سال یه دونه نظام سیاسی و یه دودمان اصلا ادامه داشته باشه، این یعنی مکانیسم محکم جایگزینی داره. ولی تو معتقدی اون مکانیزم جانشینی پسر بزرگ به جای پدر نبوده؟ به لحاظ آماری نبوده. دیگه. آره اصلا جدا اینکه من چی میگم بریم نگاه کنیم ببینیم بوده یا نه. میدونی؟ خب اگه موافق باشیم برگردیم به همون مقطع در حقیقت داریوش که به نظر میرسه این نظام شاهنشاهی داره کامل میشه. معتقد بودی که یه زیر سیستم هایی داریم، استانهایی هست که حالا یا افراد خودشون قدرت داشتن و شاه میپذیرفته که به عنوان رأس اون استان قرار بگیرن، یا اینکه شاه کسی رو مشخص میکرده و اونجا قدرت رو در دست میگرفته. آره مکانیسم اینطوره. و نکته اصلی که داریم اینه که ببین حالا در مورد خیلی اینا میشه صحبت کرد که مثلا چه چرخشایی رخ داده. مثلا دیوان سالاری مبتنی بر خط الفبایی یه دفعه به وجود میاد، خط الفبایی پخش میشه، یه دفعه زبانهای این قلمرو نویسا میشن با این خط الفبایی، که اینو میتونیم توی برنامه دیگه اگه موافق باشید دنبالش بریم که از بحث چیز نشه. جنبندیش این که پیچیدگی سیستم اجتماعی یه دفعه ارتقا پیدا میکنه با نظام سیاسی شاهنشاهی. درسته. باز توجه داشته باش، من منظورم اصلا این نیست که ما الان برگردیم به دوره هخامنشی، انتهای برنامه بهش میرسیم. آره. درست. منتها میگم این سیر تحول مدارهای قدرت تو ایران اگه داریم نگاه میکنیم به همچین چیزی میرسیم و دوران اشکانی و دوران ساسانی یک الگوه ادامه همینه. حالا اینا چی یعنی چی از توی جنبندیشو بذار 1200 سال دیگه این و خیلی طولانیه. 1200 سال 3 تا دودمانه کلش. توی این 1200 سال که اگه از من بپرسی خب نظام شاهنشاهی ایرانی چه شکلی بوده، خب این 1200 سال باید نگاه کنیم دیگه. دقیقاً همین. الگوش چجوری بوده از این در میاد. اول اینکه این الگو یه دسته، یعنی الگو خیلی متفاوت نمیبینی، چه در مورد جانشینی، چه در مورد سازماندهی ارتش، چه در مورد مالیات، خیلی یه دست. اینو میتونی برامون شرحش بدی که این الگو یک دست چه ویژگی داشته؟ آره ببین مثال بزنم برات. مثلا ببین دوران کوروش و کمبوجیه به نظر میاد خراج هدیه بوده کلا. یعنی اینکه کی چقدر خراج میداده، هر چقدر میداده هدیه داشته میداد. ولی البته نشانه‌ای داریم مثلا کمبوجیه بعضی وقتا خراج براش میآوردن نمیگرفته، باز اینطوری نبوده که بگه چرا مرتی که پول ندادی برو بیشتر بیار، ولی هدیه از یه حدی به نظر سبکتر بوده نمیگرفته، هدیه بوده. ولی به هر صورت که این خیلی مهمه، یعنی اقتصاد مبتنی بر هدیه که حالا خودش بحث جداست. منتها از دوران داریوش به بعد حساب کتاب میکنن. از دوران داریوش به بعد میگن که نگاه کنیم ببینیم چقدر کیسار داریم، محصول کشاورزی چقدره، مالیات میگیریم. مالیات تقریبا 10%. خب ببین که به این صورت دقیق در حقیقت در دوره داریوش اتفاق میفته. دوره داریوش مدون میشه و اصلا به داریوش میگفتن حسابگر یونانی‌ها به این خاطر این. و بعد تو نگاه میکنی میبینی تا آخر دوره ساسانی 10%. این خیلی جالبه. بعد یه الگوهایی داری، یعنی مثلا 10% اینطوری نیست که حتما همیشه 10% بدن، قحطی بیاد و فلان و اینا نمیدن. گنج پیداشه نمیدن یا گنج رو پخش میکنن بین مردم، یعنی منابع ملی بوده و قاعده داشته. و بعد مثلا جالبه دیگه که مثلا دوران بهرام گور یه گنج بزرگی پیدا میکنن، احتمالا مال دوره هخامنشیه، یعنی چیزایی که توش پیدا میکنن میگن مال دوره کیانیان و پیشدادیان، احتمالا مال دوره هخامنشی. گنج خیلی عظیمی بوده، یعنی حجم طلایی که توش مورخا نوشتن عدد عظیمیه. منتها بهرام میگه این مال مردم، من بهش دست نمیزنم، پخش میکنم بین مردم. خب یعنی به عبارت دیگه یک شاکله ای تو داری در مورد اینکه منافع ملی چیه، مردم چیان، این شادی برای مردم که توی کتیبه بیستون میبینید این ادامه پیدا میکنه دیگه. و تو زبان زده، تو سیاستنامه، تو اندرزنامه، تو عهدها این همطوری تکرار میشه. یعنی اون سیاستی که تو این 1200 سال داریم ازش حرف میزنیم، هم در اجرا، یعنی میری میبینی چقدر مالیات میدادن، ارتشا چجوری بوده در شکل سازوکار، و هم در نرم افزار، یعنی چی میگفتن دربارش، چی مینوشتن دربارش، بیانیه‌شون چی بوده. این یک دسته. و این اون سیاست ایران شهریه که داریم حرفشو میزنیم و خیلی موفقه، چون شما با طولانی ترین دودمان ها، با کمترین جنگ داخلی، یعنی شما تو این 1200 سال
تعداد جنگ ها رو نگاه کنید تو قلمرو ایران زمین از همه جای دنیا کمتره. چین یه دم همه با هم دیگه تلفات آدما در اثر جنگ. که شما میگی این خروجی موفق و این پیشرفت‌ها همه برآمده از اون الگو و نوع نظام سیاسی خاصی بوده که مستقر سیاسی است که به جای اینکه بر ارتش‌های غارتگر متکی باشه بر کاروان‌های تاجر مبتنیه. درست. و به جای اینکه سازماندهیش در روابط خارجیش مبتنی بر تاخت و تاز و حمله به قلمروهای دیگه باشه، گسیل کاروان‌های تجاریه و کاروان‌های تجاری ایران هم تا آخر چین هم تا آخر روم میرفتن و یه قدرت و سکه های ساسانی همه جای دنیا هست در اون دوران، بدون اینکه ارتش ساسانی بخواد بگیره همه جای دنیا رو. موافقی بریم سراغ دوره ساسانی که معتقدی که تبلور کامل اون هست، در عین حال منابع تاریخی مهمی هم داریم که میتونیم دقیق تر در مورد این الگویی که میگی باعث پویایی و شکوفایی اون جامعه و اون سرزمین شد صحبت بکنیم. آره من قبلش یه ارجاعی بدم. ببین یه کتابی من دارم به اسم تاریخ نهاد در عصر ساسانی، چون دوران ساسانی خیلی منابع زیادی داریم، چه داخلی چه خارجی، و خارجیش هم فقط رومی نیست، چینی هم داریم، یعنی منابع کلا خیلی داریم. حتی کبرانگست، این متن حبشی، مثلا متن پای حبشی دوره ساسانی نوشته شده، اونم ارجاع جالبی به پارسیان و ایرانیان و اینا داره. اینا رو موقعی که همه کنار هم دیگه میذاریم، چیزی که میبینیم اینه که ما در واقع اون توی اون کتابم بحثی که من دارم اینه که شما این نظام اجتماعی به شدت سامان یافته ای دارید. این سامان یافته بودن بدان معناست که تنوع خیلی خیره کننده ای از الگوهای متفاوت نهادی توش میبینید. هم توش قبیله کوچگرد هست که سلسله مراتب قبیله‌ای داره و رئیس قبیله داره، هم آمادگی جذب قبایل اینطوری داره، یعنی هونها که یه نمونه قبیله کوچگردن و بیرونیان، یعنی از خارج قلمرو سیاسی و فرهنگی ایران اومدن، حمله میکنن به ایران، شکست میخورن، میان استخدام میشن تو ارتش ایران. و قبات حمله میکنه تو سوریه به رومیا، یکی رستاش هونن. درست. همین هونا همون دوران حمله میکنن به روم، خاک روم به توبره میکشن دیگه. یا تو ایران مکانیسم داشتیم برای اینکه این بیاد بشینه سر جاش کار کنه. از اون شما دارید تا دولت شهر، یعنی شهرهایی که حاکم داره به نظر خود مختار میاد، اعلام میکنه که ولی ما تابع شاه ساسانی هستیم، شاهنشاه هستیم، تا امیرنشینای محلی، تا نظامای استانی که شهربان دارید و بعد واحدهای خیلی دقیق سلسله مراتبی که به دستکردها بهش در واقع واحدهای کشاورزی که مستقیما به دربار مربوطن. ما این فرض رو بذاریم که در این بگیم این فرض رو میپذیریم که خروجی خیلی خروجی موفقی بوده، یکی از بزرگترین دولت ملت ها، یکی از بزرگترین کشورها رو داریم در اون موقع که از لحاظ پیشرفت ها، وضعیت نظامی و اینها وضعیت نسبتا مناسبی داره، حالا منهای دوره های افولی که بعداً میشه در موردش صحبت کرد. اما الان اون چیزی که مهمه و شاید اگه موافق باشی در موردش بیشتر صحبت کنیم اینه که ما در دوره ساسانی منابعی داریم که میتونیم دقیق‌تر بگیم که اون نظم سیاسی که داره این پیشرفت رو و این جامعه پویا و پیشرفته رو شکل میده، میتونیم در مورد جزئیاتش صحبت کنیم که چه ویژگی هایی داشته. اگه موافقه بریم سراغ این قسمت. بذار اول اصول رو بگم. این اصولی که به نظرم تو سیاست ایران شهری از اولش، این اصول همون اصولی که گفتی که کوروش ازش بر اومد دیگه. درسته؟ آره من فکر می‌کنم این اصول پایداره، یعنی تو کل این دوران. بذار اول این اصول رو نگاه کنیم. ببین یکی از این اصول که خیلی مهمه، تقدم من بر نهاده. منها مهمتر از نهادن، که این خیلی خیلی حرف مهمیه. یعنی اصلا برای اینه که مفهوم شاهنشاه دارید، یعنی واحدهای سیاسی متنوع چجوری با هم دیگه چفت میشن، با یک منی با هم دیگه چفت میشن. اون منه اتفاقا نماینده خداوند نیست، اون منه اتفاقا مشروعیت خودش رو بالا نمیگیره. این خطاییه که با منعکس کردن تاریخ اروپا بر تاریخ ایران دوچارش شدن. خیلی روشن شما از کوروش و داریوش بگیر، هیچ کدوم از اینا نمیگن ما نماینده خداییم. داریوش حرفی که میزنه دیگه، داریوش از همه دینی‌تر و زرتشتی‌تره دیگه، تمام مدت داره میگه من داریوشم فلان، یکی از میان بسیاری شاهان و من فلان کارا رو کردم، اهورامزدا موافقم بود در این حد. و شما موقعی که خودانگاری اینو میبینید، یعنی تو کتیبه نقش رستم داره میگه من چه جور آدمیم، هیچ جا شما اشاره نمیبینید بگه من مقدسم، من نظر کرده خدام، من قدرتم و خداوند به من داد. میگه با تایید اهورامزدا من این کارا رو کردم، من این کارا رو کردم، آنچه که کام من بود. دقیق میگه آنچه که من میخواستم،
کلمه کام به کار میبره و این ادامه پیدا میکنه. بعد ببین توی مثلا دوران ساسانی ما یه اصطلاحی داریم میگه شاهنشاه که چهر از ایزدان دارد، چهر از ایزدان. بعد اینو اومدن ترجمه کردن گفتن چهر یعنی نژاد، پس یعنی شاهنشاه نژادش خداست، که خب حرف بی ربطیه دیگه. اگه اینطوری بود که خب باید شاهنشاه مثلا نمیتونستی خلعش کنی، پس نمیتونستی محاکمش کنی، اعدامش کنی، چهر از ایزدان داره دیگه. کی خیلی میگفت چهر از ایزدان دارم؟ خسرو پرویز بود دیگه، نه؟ خسرو پرویز رو گرفتن اعدام کردن، محاکمه کردن، محاکمه‌اش رو داریم. محاکمه‌اش این بود که میگفت چرا بین سردارا دعوا داری میندازی، چرا فلان هرمز شاهرام هم گرفتن اعدام کردن. شبیه میدونید مناقشه میدونید چه وقتی ممکنه حل بشه یا بشه راحت‌تر در موردش صحبت کرد؟ این که هر کدوم از طرفین بگن الگوشون چطور بوده، یعنی الگوی مد نظرشون. ما وقتی میگیم که نه ادعای مثلا نمایندگی از طرف خدا یا اهورامزدا یا هر چیز رو نداشتن، بعد از طرفی دیگه از صحبت تو در میاد که با استفاده از صرف از قدرت نظامی هم این نبوده که فرد ارتش قدرتمندی داشته، فرد خشنی بوده، قدرت نظامی داشته، به قدرت میرسیده. این وقتی حل میشه که ما بگیم با این الگو انتخاب میشدن. و حالا مثلا وقتی که دارم روی این تاکید میکنم که بیایم سراغ دوره ساسانی و در مورد منابع تاریخی صحبت کنیم، به خاطر حل این مسئله است. یعنی اینکه این ساختار و نظام سیاسی که خروجیش رو پذیرفتیم، میگیم این فرض رو میذاریم خروجی خیلی خوبی داشته متناسب با اون دنیای اون زمان، و چون میخوایم الان ازش استفاده کنیم، روزآمد و کارآمدش کنیم برای ایران امروز. برای همینه که دارم خیلی تاکید میکنم که بریم سراغ اون ویژگی ها، یعنی اصولی رو که داریم میگی این هم پذیرفتیم که هر کدوم از اینا میتونه به نظرم خیلی موضوعات جذابی باشه برای برنامه‌های دیگه، که ما از لحاظ هستی شناسی و جهان بینی منبعی رو داشتیم، اصولی رو داشتیم که اصولا کوروش مبتنی بر این نوع نظام سیاسی جدیدی رو به اسم نظام شاهنشاهی به وجود آورد با اصول خاص و ویژگی‌های خاصی، و ما در این همین نظام ادامه پیدا میکنه در دوره اشکانی و در دوره هخامنشی. در دوره ساسانی دیگه با استفاده از منابع تاریخی میتونیم بگیم جزئیاتش چطور بوده، که این قسمت رو ببندیم. اون وقت برام سراغ این پرسش وقتی که اینو برامون شرح دادی بپرسم که به نظرت اگر بخوایم اون الگو رو کارآمدش کنیم و به روزش بکنیم برای ایران امروز چه ویژگی هایی داره که بتونیم از زمان هم استفاده سوال کنیم؟ قبلی رو بذار تدقیق کنم ببین موافقی باشه یا نه. ببین یادت میگفتی شایستگی بر مبنای چی بوده؟ آره، الگوی شایستگی رو من واقعا متوجه نشدم.